سلام رفقا، امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز با داش امیر و داش مرتضی قرار بریم یه جاده کوهستانی. مقصدمونم نوک شهرمونه. وقتی که رسیدم به سربالایی ادامه ویدیو رو میگیرم. خب رفقا، الان داریم نزدیک میشیم به سربالایی. اینم از داش مرتضی. یکم بریم جلوتر سربالایی رو بهتون نشون بدم. کلا 3 تا سربالایی داره. هرچی میریم جلوتر سخت‌تر میشه سربالاییش. اگه اینا بذارم بچه‌ها، این اولین سربالاییشه. واقعا آدم به چخ میره. اینجا رد کردیم، ادامه ویدیو رو میگیرم. خب برای بچه، اینم از سربالایی به زور اومدیم. اونجا هم یه سربالای دیگه هست، باید اونم بریم. بعدش هم 2 تا سربالای دیگه هست، اونم ویدیوشو براتون میذارم. برای بچه، اینم از سربالاییه. اونجا رو قراره بریم بالا. اون طرف هم میتونیم گوزن رو مشاهده کنیم. لاستیکای منم که صافه. اینجا رو به چخ رفتن اومدم. رفقا تقریبا نصف راه اومدیم. پاره شدیم دیگه رسما. نصف راه اومدیم. یکی 2 تا سربالای دیگه هم مونده تا برسیم به سورتمر ریلی. بعدش میرسیم به نوک شهرمون. قشنگ میتونیم اینجا رو تماشا کنیم. گوزن هم فکر کنم یکم جلوترن، حالا نمیدونم. رفقا، این سربالایی هم رفتیم. بعد این سربالایی میرسیم به نوک شهرمون. اونجا میتونیم کل شهر رو مشاهده کنیم. فعلا هم اینجا گوزی نیست، فکر کنم یکم جلوتر باشه. اگه دیدم حتما ویدیوشو میگیرم. برای بچه، این سربالایی هم رد کردیم به زور و بلا. رسیدیم به منطقه سیاداران. اینجا هم گوزدار داریم مشاهده میکنیم. کجا رفت اینه؟ میدونم اینجاست. بعد یه سربالای دیگه مونده. اون اگه بریم بالا میرسیم به بام تالش. اونجا میتونیم کل شهر رو ببینیم. رسیدیم اونجا، ویدیوشو براتون میذارم. برای شما به زور و بلا خودمون رو رسوندیم اینجا. متاسفانه نگهبانا اینجا نذاشتن ما بیایم. گفتن که چون آخر هفته است و شلوغه اجازه نمیدن که بیایم اونجا، خطرناکه و اینا. ولی ما تسلیم نمیشیم. یه راه مخفی داریم جنگلی، خطرناکه یکم، ولی از اونجا میریم، اشکال نداره. تاش اگه نشد فردا یا پس فردا میایم اینجا، اون موقع اجازه میدم. میایم ادامه ویدیو رو میگیریم. بچه‌ها تو رو خدا حمایت کنید، لایک و کامنت فراموش نشه. به زور اومدیم تا اینجا، بازم راهمون ندادم، میخوایم از راه دیگه بریم. بچه‌ها داریم از راه یه جا دیگه میریم. اینجا خیلی خطرناک تره. یه راه مخفیه اونجا، اصلا ایمیل نیست. تو گوگل مپ هم بزنید این جاده ناشناس میزنه. حالا بریم ببینیم چی میشه دیگه. ادامه ویدیو رو میگیرم. بچه‌ها رسیدیم اینجا، داریم از یه راه دیگه میریم. خیلی جادهش خشنگی ولی اصلا ناشناسه. شب اینجا بیای به چخ سگ میری. بچه‌ها جلوترن ولی خدا وکیلی جادهش خیلی قشنگه. حالا ببینیم میتونیم از اینجا بریم به سیاداران. راه داره یا نه؟ خدا کنه راه داشته باشه. ادامه ویدیو رو رسیدیم جلوتر میگیرم براتون. ما به زور بالا یه راه پیدا کردیم، اومدیم اینجا به زور و بالا. منم با لاستیکای جاده صاف اومدیم اینجا. درش بسته بود. مرتضی از اون گوشه رفت. مرتضی از اون گوشه دوچرخه داد اونجا. ما هم الان میخوایم بریم. بچه‌ها دارن قرقیله میشینن. بعد خدا کنه که دوچرخه‌مون ازمون نگیرن. خیلی جای خوشمزه‌ای خدا کنه دوچرخه‌مون رو نگیرن. بچه‌ها به خاطر شما تا اینجا اومدیم، تا حد مرگ زحمت کشیدیم. یه دونه ساب کلا می‌خوایم. یه دونه ساب، یه لایک. اینه یه لایک 5 ثانیه وقت شما نمیگیره ولی کل با انرژی میده. دمتونم گرم. الان دوچرخه رو رد می‌کنیم بریم اونور. خدا کنه فقط دوچرخه‌مون رو نگیرن. بچه‌ها دوچرخه به زور و بالا رد کردیم. مونده دوچرخه داش امیر، اونم رد کنیم میریم اونجا. یکم رفتیم بالا. ادامه ویدیو رو واسهتون میگیرم. بچه‌ها به زور بالا دوچرخه رو آوردیم بالا. اینم از راه بسیار زیباش. به احتمال 99.9% بریم اون بالا. دوچرخه ازمون میگیرن. خلاصه به چخ میریم. باید قصر در بریم، یه جوری فرار کنیم. رسیدیم یکم بالاتر. ادامه ویدیو رو واسهتون میذارم. ما دهنمون سرویس شد. تا اینجا اومدیم خیلی قشنگ بود تا با این صحنه مواجه شدیم.
اینجا رسما KMC نمیکشیم، ما با دوچرخه داریم میریم. بچه حتما حمایت کنید. به زور دهنمون سرویس شد تا اینجا اومدیم. اونو رد کردیم، ادامه ویدیو رو میگیرم. برای بچه به زور و بالا حداقل نیم ساعت 1 ساعت رکاب زدیم اومدیم رسیدیم اینجا. الان رسیدیم به یه سرپایینی. اینجا حال میده دیگه، انرژیمون یکم پر بشه. مرتضی یک دوچرخه‌اش نکشید، پیاده اومد، یکم تأخیر داشتیم. اینجا رو رد شدیم، ادامه ویدیو رو واسهتون میذارم. برای بچه ما به زور و بالا از اون سرپایینی اومدیم. اینم از داشتمیر که داره همزمان با من ویدیو میگیره. جادش خیلی قشنگ بود ولی هم شیبش خیلی تند بود، هم خلاصه کلی به چخ رفتن داشت. بالاخره رسیدیم به صف سورتمه. یکم دیگه هم بریم جلو میرسیم به نوک شهرمون یا همون بام تالش که میتونیم کل شهر رو از اونجا ببینیم. فقط یه مشکلی هست، این دوچرخه من مخصوص جاده معمولیه، من باش کجا رو اومدم فکر کنم یکم لاستیک جرم صدای بد میده. ظاهرا به چخ رفتم، خرج من رو دستم. اونم بریم بالا، ادامه ویدیو رو واسه تون میذارم. برشینم از صف سورتمه. اینجا هم چی میگن سیاهداران منطقه گردشگریش. اون طرف هم بازم هست، اینم که صدا در میاره. اینجا صف همیشه شلوغ بود تا اینجا میرم صف، امروز چرا خلوته. اون طرف هم میخوره به بام تالش. اینجا رد کنیم. صدا در نیاردی بچه زر. سرپایینی. اینجا رد کنیم باید بپیشیم سمت چپ، میخوره به بام تالش یا همون نوک شهرمون، همینجا معلومه. اونجا رد کردیم، ویدیوشو واسهتون میذارم. برای بچه ما به زور و بلا اومدیم اینجا. اونجا پر مأمور ما رو بگیرن، دوچرخه‌مون رو میگیرن. اون بالا دقیقا بام تالشه، اونجا کل شهر معلومه. ما نمیتونیم ریسک کنیم بریم، دوچرخه‌مون رو میگیرن ازمون. از همینجا یه ویو میندازیم. اینجا شهر ماه خیلی بزرگه، اون طرف هم پشت هست ولی متاسفانه بریم دوچرخه‌مون رو میگیرن. الان با سرعت رد شیم، دوچرخه‌مون به چخ سگ نرفتن. امیدوارم خوشتون اومده باشه. حمایت کنید، لایک و کامنت فراموش نشه. با سختی به اینجا اومدیم، کلی به ما انرژی میدید. دمتون گرم. فعلا